سلام به دوستان پیج دکتر برد. امروز ما یه دونه برد هود برام آورده بودن که آقا ایراد روشن‌نشان نمایشگر داشت. دو تا نکته جالب داره به شما بگیم. گفتیم که شما بگیم اینجا که دوستمون یه مقدار که دستش یه ذره فنی بود و خودش یه مقدار رفته جلو. میگفت 300 ولت داریم، اینجا 8 داریم و اینجا 1 ولت داریم. خب ما اومدیم نگاه کردیم دیدیم آقا ولتاژ گرفتیم دیماره 8 هست، 1 و 6 هست. اینجا به جای این که مثلا 12 ولت باشه این یه 12 ولت باید 12 ولت بدیم. گفتیم چرا 8 میده؟ نگاه که میبر 12 ولت. 12 ولت باشه داره به ما نوسان 11 نوسان میده. اومدیم آقا چیکار کردیم؟ گفتیم آقا خازناشو عوض کنیم. گفتیم نه، اول اومدیم ما این یه دونه خازن داشت اینجا، این خازنه نگاه دوستان، خازنی که خود دوستمون زده بوده فکر کنم، من جاش رو هوا بود، من خازن لحیم کردم روش درست شد. آقا چی شد آقا؟ خازن رو دیدیم آقا خروج 8 ولت صفر شد. گفتیم شد این آیسی رفته. دیدیم نه، سر خازن ولتاژ داریم. ما این اپتوکولر عوض کردیم، ولتاژ 13 بود سر اپتوکولر شد 15 ولت. عوض کردیم تا تمام شد، دیدیم ولتاژ نمیاد. باز این دیودو عوض کردم، ولتاژ ما به سلامت اینجا اومد. ولتاژ ما اینجا یه 8 ولت، بعد یه دونم بعدیم عوض کردیم ولتاژ 8 ولت اینجا نوسان افتاد. دیدیم افتاد نوسان، گفتیم آقا درسته. بعد اینو رگولاتور رو ما آوردیم در آوردیم، رگولاتور رو نو زدیم جاش. ببینید همینجوری رگولاتور رو نو زدیم جاش. الان تو تصویر زیاد واضح نیست، میذارم زیر میکروسکوپ دوستان، میذارم زیر میکروسکوپ. این رگولاتور، این رگولاتورش بود، ما در آوردیم نو زدیم. این رگولاتور قدیمیش هم بزنم رو میکروسکوپمون. این رگولاتور قدیمیش اینجاست، این رگولاتور قدیمیش، این رگولاتور جدید است. زدیم براش لحیم کردیم و اینکه لحیم کردیم گذاشتیم سر جاش. دیدیم آقا 5 ولت اومد، 12 ولت اون فیکسه دیگه. طرف گفت ایرادش فقط همونه. منم دیگه کار دیگه ای نکردم براش. گفت چون ایراد همونه بقیه اینا هم باید حتما این باشه، چون میکروش نیست دیگه. عملا ما هیچ راهی برای تست مدار نداریم. خب دوستانی هم که تعمیرات نیاز دارن، حالا نکته میخوان چیزی میخوان، حتما پیج ما سر بزنن. این بردم مثل همه بردا تعمیر شد. کن نگاه کنید، من واضح کنم. بخونید کن، ولی نمیدونم روش ایرانی نوشته، من ترجمه کردم. اینو که ببینید شما، مثلا واضح کنم. ببین یکم اندیشان پرهون همچین چیزی. خب اینم تمام شد، رفت بره که مشتری مصرفشو بکنه. یا علی.